سلام دوستان، من محمد امینی هستم و اینجا کانال پرو فیوچرز هستش. امیدوارم هر روز خدا شما سود کنید و از زندگیتون لذت ببرید. دوستان، این تحلیلی که دارم انجام میدم یه تحلیل پیشنهادی هستش و شما ابدا روی حرفم به صورت کامل حساب نباید باز کنید. شما باید تحلیل مد نظر خودتون رو اجرا کنید. این فقط یه پیشنهاد هستش از طرف یه دوست. خب، اومدیم سراغ تحلیل ارز نیل به USD در تایم فریم 30 دقیقه. میدونم تایمش کمه، ولی چون ممکنه بعضی باشن که نخوان فیوچرز کار کنن یا افرادی باشن که فیوچرز به تایم بالا علاقه داشته باشن، خودم البته اینجوری نیستم، برای همین اومدم تحلیل انجام بدم. تایم‌های کوتاه‌تر مثلا در حد 5 دقیقه، 10 دقیقه و یه رو مثلا 1 دقیقه رو داخل خود کانال تلگرام قرار میدم. حتما داخل کانال تلگرام عضو بشین. خب، ساعت رو دوستان دقت کنین، ساعت اشتباهه. 1:11 و 11 و 18 دقیقه نیستش و ساعت الان 10 و 18 دقیقه هستش. تاریخ هم شیشم یا هفتم فکر کنم. خب، اومدیم و داخل تایم فریم 30 دقیقه دوستان اینجا نمودار وقتی در قیمت 6 دهم شکونده شد به سمت پایین، شورت باز میکنیم و تا قیمت 54 صدم هم ریزش داره. حالا احتمال داره بیشتر هم باشه. پس دقت کنید که من استاپ کجا قرار دادم، تارگت کجا قرار دادم. من خودم به شخص تا تقریبا قیمت 52 صدم قرار میدم برای ریزششو و 70% سرمایه رو تا قیمت 54 صدم خارج میکنم. این احتمال داره تا یه جاهایی حدود قیمت 67 صدم بالا بیاد و دوباره ریزش کنه. شاید هم همه سمت ریزش شروع بشه. من باز نقطه ورودی که اتفاق افتاده شده داخل کانال تلگرام اعلام میکنم. حتما داخل کانال تلگرام عضو بشین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنین و این ویدیو لایک کنین. هر سوالی هم داشتین داخل کامنت ها میتونین از من بپرسین. داخل تایم های بالاتر هم شما نشون میکنین. بهتون دقیق نشون بخوام بدم که میبینید از کف اومد خورد به سقف. اینجا یه برخورد ریز داشتیم و الان هم که روند ریزشی کلن هستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. من زیاد اهل ویدیو ضبط کردن نیستم. ویدیوهای خیلی کوتاهی به احتمال زیاد داخل یوتیوب میخوام ضبط کنم. میتونین اکثر اوقات داخل تلگرام، حالا من آنلاین هستم، میخواین سوالات مربوطتون رو بپرسین، ادمین هم داریم و اگه سوالی داشتین میتونین اونجا بپرسین. که من گفتم من تو تایم‌های پایین‌تر اونایی که میخوان فیچرز کار کنن من در کانال تلگرام قرارش میدم و اهرمی که خودم میخوام استفاده کنم 75 هستش در صرافی تو بیت. خیلی ممنون از تماشای ویدیو، ممنونم و خدا نگهدار.